چگونه مهربانی شنیدی، چگونه غمخواری دیدی. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن است. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند، یگان شخص دیگر کردن است. همه وقت فرزندی پدری را فراموش نکن، اکا و دادری را فراموش نکن، اپا و خواهری را فراموش نکن. و مردان، پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید، چون که آنها زن هستند، اونا مادر هستند. بسیار برادران خود را دوست دارند، اونا هیچ چیز زیاد طلب نمیکنند. یک مراتبه در شکشاده در آمدن برای همون بس است، دیگر هیچ چیز زیادتی طلب ندارد. از 100 سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر این هزارها بهتر است. از ازل ترس ندارم از هجوم دشمنان، از خطرها